سلام دوستان، خوش آمدید به کانال من. روزی من سر میشد نان وای خانه، یعنی نان بازارگیری آمدم، نانی تنوری میگوییم. گفتم بعد 15 دقیقه تیار میشد. خواستم کمتر نوار گیرم برای شما. نگاه کنید چقدر نانای خوشروه. یعنی در شهر ما نوسیبیرسک بهت تنور بسیار بیملال همه جا نانی تنوری دسترس کردن میشد. نانای تنوری زیرا این نانی تنوری 30 روبل نرخش. برای صبحانه چقدر بلازد نانی تنور. برای همین خواستم برای صبحانه نانی تنور گیرم. من همین طور یعنی تیار میکنن، یعنی ازبیکا بیاد نانشون بلازد، یعنی شیر خشکتی تیار میکنن بیاد خوشخور. من علاقه نگاه کنید نانم تیار شد، چقدر خوشروه. من نگاه کنید رنگش هم خوشروه، نمودش هم خوشروه، همش یک خیلمدگی. من نانوی گرمم تیار. ویدیوی من یعنی ولاگ من از صبحانه فرزنده سر میشد. برای فرزنده صبحانه با میخواد یعنی نیسلی تیار کردیم. راستی گپ خودش میخورن، شیرش نه. من بیاد برای خوردنی فرزنده یعنی مثلا خوراک نمیخورن، چه مثلا اپتیتشون تماما نیست گویی من میشد، فقط سوخای پیاگ بسیارتر بیاد همین بعد زیغ میشم. خیلی برای اون که خیلی چه گم خوراک نمیخورن، خیلی سوخای پیاگ کی روزشون بسیار میگذرد. چیپس، آب، همینا مجبوری میخورن، فقط همین واشو میخورن، مثلش شیراش نمیتون میستن. برای همین میخوام که خیلی مصلحتیتان نویسیتان یک دیگری به خیلی مصلحت کنیم که مصلحتیم که چه فرزندمو چه میخونن یا خیلی همتین سر کنیم که اچی ها خوردن سر. مثلا مسئله من گفتاسیگی ها بسیاری ها دیگه آگاه بسیاری ها هم خیلی گوهم تلفن کتی گازیم هم خیلی گازینه و های موقع انم خیلی انیمویان فرزنده. بعضی ها دکتر بلی چی نیکنن دیگه یا بعضی خودشون خانه به ایگان چی آیسته خوراندن کم کم یاد دادگی. برای من میخوام که من با هم کم کم مصلحت دیدم که باید چخیل یعنی فرزندای خوراک دیشو اپیتیتشانو چخیل کنیم. مثلا از خواهی پیاک چخیل دست کشانیم دیگه بی حد من همین وای میشم زیغ میشم که میروز سوخای پیاک. برای همین مسئله شما من انتظار نویستان تا که کامنتاری بکی خیلی باید چخیل کنیم. بچه های چخیل کرده یعنی اشتیبه دراریم. من آبی وای میخورم، آبی فقط فیلتر چایم تماما دهناشون بدم میگیرن. همین فقط فیلتر با پر کنیم مونده آبی فیلتر میتیم. واسه همینم چیم خور. ماما یوسف مخور میشه بابا بالش کم خوری چوبه نیه خورین من چوبه شیر نغز نمیانه. من برای صبحانه یک نمود صبحانه آسانک تیار میکنم. محصولات لازمه برای ما کلبسی من مرغی گرفتم، سیر، پمیدور، 3 دانه تخم. کلبسه 2 دقیقه 2 قاشق روغننده یعنی 2 ترشه کمتر سرخ میکنیم. سرخ ما منه 3 دانه تخم. خیلی تخمش با خواهشی خودتان آیل کنده نگاه کنم. مثلا تخمش هم دام کنید. من علاقه تخم با یعنی نمکش هم داشتم. آسانه گردنده یعنی تیار میشه. من 1-2 دقیقه یعنی بالاشه میپاشیم. من شروع یعنی پمیدورشه میچینیم بالاش. نه کمتر نمک کنیم پمیدوره. اکنون بالی پمیدور یعنی سیری کوفتگیمای یعنی مایدکرگمای خوشرو میپاشیم. من صبحانه ما هم تیار. میتونید شما هم برای یعنی عائله خود تیار کنید. آسانکک با لذت در یک دم یعنی تیار میشه. من اما بعد صبحانه یعنی برآمدیم یعنی امروز روزی گپی ما بود یعنی گشتگ میگوین بعضی ها طرفای دوشنبه ما باشیم گپ میگوییم. برای گپ آمدیم. هر ماه یعنی یک ماه به یک بار ما زنهای شهر اسفره 17 نفر همین کافه اسفره با میشینیم یعنی همینجا با 6 صحبت کرده گپ میخوریم میگوییم.
مانه دسترخوانی ما عادی، یعنی ما با مسئله یکدیگر ما یک خیل دسترخوان میکنیم. دسترخوانی ما به فقط یعنی ترمیوه، آب، سالاد، یک تورت، سامبوسه و خامشوربا ما مایده چویده یعنی نمیکنیم، برای آنکه ما یک خیل ما основной برای یکدیگر دیدن خبرگیری میریم. برای همین ما دسترخوانی کلان یعنی تشکیل کردیم عادی خاکسارانه، برای آنکه همه یک خیل، یک کس برای همه برای یک کس میگویند. برای همین ما یک خیل عادی تیار کردیم. من آخر به یعنی خامشوربا یعنی تیار میشد. من نمیتونم خامشوربایی با لذتی کافی اسفاره شهر نوسیبیرسک به این طور ما شیشته یعنی تا بگه زنها چخچق میکنیم، همه بابت خیلی در یک ماه چی گپ چی نویگری صحبت میکنیم. بعد آخر به ما همین یعنی صاحبی گپ 2000 جمع کرده میتیم. بعدی گپ با میبرویم زنها خیلی پیشش به مغازه ها های چغ میزنیم. مغازه گلامارت با میدیم بیاد دکسی امروز کلام بود. یکتا چی گیری یکتاش یعنی بیپول، یکتا سچاق گیری یکتاش بیپول، یکتا بالیشت گیری یکتاش بیپول. از سبب زریتی تلفنم کم بودن یعنی ویدنوار گیت نتونستم روزهای نزدیک انشالله گلامارت ویدیو میکنم. دو تا تارت برای زکاس تیار کردم، یعنی فرمایش دادن که به گل شود، هم تو عادی شود و بیسکویتاش با لذت شود. من فرمی یعنی 25 سانتیمتر کی 5 دانگی تخمگی تیار کردم. اینش یعنی کاکائوگی، اینش سفید. از سبب ویدیوش بودم کانالانده من یعنی کانال به ویدیو نگرفتم و یعنی تیار کردم. عادی من آورو دادم. اینش پوشد من نمیتونم آورو دادگی. امروز خدا خواهد یک دیگه برای زکاس تیار میکنم، نکی چارکنجی کلان. این دوتا مایدهچه برای یعنی یکتاش برای کارخانه فرمه، یکتاش برای خانه. این بود دوستان ولاگ امروزی من. تا ویدیوهای آینده با تا ولاگ های آینده یعنی وام خوریم باقی در پناهی خدا باشید دوستان.